سلام میکنم به تک تک قلب‌های روشنی که در این لحظه به هم متصل شده اند، به جمع کسانی که آگاهانه انتخاب کردند تا نور درونی خود را بیابند و با عشق دنیای اطرافشان را شفا دهند. خوش آمدید به قلب پیاده رو شنیداری. کهن الگوی زن شفاگر، الهه نور و عشق. معرفی آرکتایپ شفاگر. در اعماق روان انسان الگوهای بنیادینی وجود دارند که کارل یونگ آنها را کهن الگو یا آرکتایپ ها نامید. این الگوها ساختارهای غریزی و جهانی هستند که در ناخودآگاه جمعی ما ریشه دارند و تجربیات بشری را شکل می‌دهند. کهن الگوها مانند نقشه‌هایی برای زندگی ما عمل می‌کنند. رفتارهای ما، روابط ما و درک ما از جهان را هدایت می‌کنند. در میان این آرکتایپ‌های قدرتمند، کهن الگوی زن شفاگر، الهه نور و عشق جایگاه ویژه‌ای دارد. این آرکتایپ تبلور انرژی‌های مادرانه، الهی و عارفانه است. زن شفاگر صرفاً یک نقش شغلی نیست، او یک حالت وجودی است. این آرکتایپ ترکیبی از انرژی‌های عمیق مادر، پرورش دهنده و محافظ، عاشق، پذیرنده و متصل کننده و معلم، راهنما و روشنساز است. اما در سطحی معنوی و ژرف‌تر این انرژی در تمام زنان حضور دارد، چه به عنوان یک مادر، یک هنرمند، یک پزشک، یک مربی یا حتی یک دوست دلسوز. هدف از شناخت این آرکتایپ بیدار کردن پتانسیل ذاتی ما برای شفادهی و نوربخشی به خود و به جهان اطرافمان است. الهه نور، بینش و آگاهی. زن شفاگر پیش از آنکه دست به عمل بزند مجهز به بصیرت است. او تجسم الهه نور است که میتواند تاریکی‌ها، دروغ‌ها و پیچیدگی‌ها را با شفافیت ببیند. بصیرت و شهود. قلب زن شفاگر ابزاری برای دیدن حقیقت است. او با استفاده از چراغ دانش درونیش پرده‌های توهم را کنار می‌زند. این توانایی فراتر از منطق خشک است. این شهود است که به او اجازه می‌دهد وضعیت روحی فرد مقابل را حتی پیش از کلمات درک کند. او نه تنها مشکل را می‌بیند، بلکه علت اصلی آن را نیز درک می‌کند و می‌داند که چگونه نور آگاهی را به آن نقطه بتاباند. این نور، نور قضاوت نیست، بلکه نور پذیرش است که امکان دیدن زیبایی‌های نهفته در هر موقعیت را فراهم می‌آورد. دانش کهن و حکمت. این آرکیتایپ عمیقاً به ناخودآگاه جمعی متصل است. زن شفاگر دسترسی به گنجینه عظیمی از خرد کهن بشری دارد. او می‌داند که زخم‌های ما اغلب ریشه در الگوهای تکراری در طول تاریخ دارد. درک قوانین هستی، تعادل یین و یانگ، چرخه طبیعت بخشی از ذات اوست. این حکمت به او این امکان را می‌دهد که نه فقط جسم و روان فرد را، بلکه ارتباط او با جهان هستی را نیز شفا دهد. برقراری ارتباط با روح. زن شفاگر پلی است بین جهان مادی و جهان معنوی. او می‌داند که بیماری‌ها و رنج‌ها اغلب نشانه‌هایی از گسست روح با حقیقت ذاتیش هستند. او با احترام به این ارتباط مقدس و افراد کمک می‌کند تا صدای روح خود را دوباره بشنوند و مسیر معنوی خود را بازیابند. الهه عشق، پذیرش و ترمیم. نقش کلیدی زن شفاگر توانایی او در ابراز عشق بی‌قید و شرط است. این عشق همان عشق الهی یا آگاپه است
که فراتر از احساسات رمانتیک یا دلبستگی‌های شخصی عمل می‌کند. عشق بی قید و شرط. این نوع عشق ظرفیت کامل برای پذیرش تمامیت یک فرد بدون تلاش برای تغییر دادن او را دارد. زن شفاگر می تواند در حضور درد، ترس و ضعف دیگران فضای امن ایجاد کند که در آن فرد بتواند بدون ترس از قضاوت وجود خود را آشکار سازد. این پذیرش مطلق اولین قدم برای ترمیم است. هنگامی که فرد احساس می کند کاملا دیده شده و پذیرفته شده است، مکانیسم‌های دفاعی او را فرو می‌ریزند و شفا امکان پذیر می شود. انرژی شفابخش قلب. شفا در این آرکتایپ از طریق قدرت تحمیلی یا دانش علمی صرف نیست، بلکه از طریق گرمای پذیرش قلب او رخ می‌دهد. این گرما مانند آفتاب موانع را نرم می‌کند و اجازه می‌دهد تا انرژی‌های مسدود شده جریان یابد. او انرژی خود را نه به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان یک جریان متصل به منبع عشق کیهانی می‌بیند. همدلی رادیکال. همدلی رادیکال توانایی زن شفاگر در قرار گرفتن در جایگاه دیگری است. او نه تنها درد دیگری را درک می کند بلکه آن را تا حد امکان حس می کند. با این حال او در این درد غرق نمی شود. او از این درد به عنوان اهرمی برای تبدیل انرژی استفاده می کند. او درد را می بیند، آن را می پذیرد و سپس انرژی آن را به سمت نور و شفابخشی هدایت می کند. این فرایند نیازمند قدرت درونی بسیار بالایی است. جنبه‌های سایه، چالش‌ها. همانند هر کهن الگوی قدرتمندی، زن شفاگر نیز جنبه‌های سایه دارد که اگر نادیده گرفته شوند می‌تواند به تخریب خود و اطرافیان منجر شوند. سندرم ناجی. یکی از بزرگترین تله‌ها برای زن شفاگر تمایل به نجات دادن دیگران است. این امر معمولاً از نیاز ناخودآگاه به تایید ارزش خود از طریق نیاز دیگران به او نشأت می‌گیرد. در این حالت او مرزهای سالم را نادیده می‌گیرد و به جای توانمندسازی فرد برای شفای خود وابستگی ایجاد می‌کند. او فراموش می‌کند که هر کس مسئول شفا و رشد خود است. فرسودگی. زن شفاگر تمایل دارد انرژی حیاتی خود را بی‌وقفه به دیگران بدهد، در حالی که ظرف دریافت او خالی می‌ماند. این عدم تعادل بین دادن و گرفتن منجر به فرسودگی شدید جسمی، عاطفی و روحی می‌شود. او چنان غرق در درد دیگران می‌شود که انرژی خود را تخلیه می‌کند و دیگر نوری برای تاباندن ندارد. قربانی شدن. نخواستن، نگفتن، به خصوص زمانی که دیگران به حضور شفابخش او نیاز دارند، یک چالش رایج است. این ناتوانی در تعیین مرزها منجر به از دست دادن هویت فردی می شود. زن شفاگر تبدیل به یک منبع انرژی می شود که همه از آن استفاده می کنند بدون اینکه برای بازسازی منابع خود تلاشی کنند. او در نقش قربانی گرفتار می شود که تنها برای خدمت به دیگران زنده است. فعالسازی و زندگی با این آرکیتایپ. فعال کردن جنبه‌های سالم کهن الگوی زن شفاگر نیازمند هوشیاری مداوم و کار بر روی سایه‌های آن است. کار با سایه خود. اولین قدم در شفادهی دیگران شفای خود است. زن شفاگر باید با بخش‌های آسیب دیده، زخم‌ها و ترس‌های خود روبرو شود. پذیرش این آسیب‌ها به عنوان بخشی از تجربه انسانی قدرت واقعی شفابخشی را به او می‌دهد. او نمی‌تواند دیگران را به جایی هدایت کند که خود جرأت رفتن به آن را ندارد. تعیین مرزهای مقدس. شفاگر واقعی می‌داند که انرژیش محدود و مقدس است. او باید مرزهای محکمی برای حفظ این انرژی ایجاد کند.
این به معنای نگفتن به درخواستایی است که انرژی او را میبلعند بدون اینکه ارزش حقیقی بیافرینند. مرزها به شفاگر اجازه میدهند که با ظرفیت کامل به کسانی که واقعا نیاز دارند کمک کنند، نه با انرژی تهی شدگی. خلاقیت به عنوان ابزار شفا. هنر، موسیقی، نویسندگی، رقص و هر نوع خلاقیت دیگری کانال‌های قدرتمند برای زن شفاگر هستند. او می‌تواند انرژی‌های درونی شفابخش خود را از طریق فرم‌های هنری بیرونی سازد. این خلاقیت نه تنها به او کمک می‌کند تا احساسات پیچیده را پردازش کند، بلکه ابزاری برای الهام بخشیدن و شفا دادن به دیگران نیز هست. نتیجه گیری: کهن الگوی زن شفاگر، الهه نور و عشق، دعوتی است به تمامیت. این آرکتایپ به ما یادآوری می کند که بالاترین شکل شفا درک این نکته است که ما نمی توانیم دیگران را شفا دهیم، بلکه می توانیم به آنها کمک کنیم تا خودشان را شفا دهند. در این فرایند شفاگر در وهله اول خود را شفا می دهد. با پذیرش نور و عشق درونی خود نه تنها به چراغ راه دیگران تبدیل می شوی، بلکه مسیر روشنایی را برای تمام هستی فراهم می آوری.